جوانان شهر ترسونزاده سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را دستگیری نموده بخشیده به سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی و 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی فرهنگی فراغتی و ورزشی شکر وطن را تشکیل نمودند. در این چاره‌بینی از طرف جوانان نمایش هنرها، برنامه‌های جالب، صحنه‌های دیدنی، سرود و ترانه‌های وطن دوستانه و اینچنین مشق‌های ورزشی نمایش داده شد. یک قطار گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی، رئیس شهر، والنتیران و ورزشکاران اشتراک نموده تمامی مهارت و هنرهایی که دارند پیشکش نموده نشان داده ایستادند و چاره‌بینی در سطح عالی برگزار گردیده ایستاده است. ما جوانان باید شکرانه از آن کنیم که در چنین یک دولت صاحب استقلال زندگانی میکنیم و تاجیکستان ما روز از روز باز هم گلگل شکوفان شده ایستاده است و همه این با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می باشد. کوشش میکنیم که در آینده باز هم خوب خوانده فعال گردیده به تاجیکستان خود همه وقت خدمت نماییم و آن را باز هم در عرصه جهان معرفی نماییم. همین است که نورسان و جوانان شهر ترسونزاده جواباً به غمخوری‌های حکومت مملکت مخصوصاً اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تمام سعی و تلاش خویش را به دانش اندوزی، انتخاب کسب هنرهای معاصر، آبادی و پیشرفت سرزمین اجدادی، حمایت وطن، رشد علم و تکنیک و بنیادکاری روانه ساختند. چاره‌بینی عمومی ورزشی شام جوانی تحت عنوان شکر وطن با اشتراک فعال جوانان شهر ترسونزاده، برندگان استیپندیای پرزیدنت، استیپندیای رئیس شهر، والنتیران و فعال جوانان شهر ترسونزاده برگزار گشته شده است. در چاره‌بینی امروزه به شک جلب جوانان پیش از همه مقصد بلند برداشتن حس وطن‌دوستی و هویت ملی در قلب جوانان و نورسان میباشد و در برنامه مذکور که سرشار از سرودهای دلنشین در وصف وطن تاجیکستان، استقلالیت، رقص، صحنه‌چی‌های زیبا از جانب والنتیران و فعال جوانان به معرض تماشا گذاشته شد. سراپا برنامه تنها شکرگزاری از دوران استقلالیت بود و جوانان با برگزاری این چاره‌بینی ابراز نمودند که امروز جوانان شهر ترسونزاده در قطار دیگر جوانان سربلند کشور پیروان اصیل پیشوای ملت بوده سیاست جوانپرورانه، سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان را جانبداری می‌نماید. نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده با برنامه آماده نموده جوانان بهای خوب داده آنها را باز هم در روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی، مهر و صداقت به وطن دعوت نمودند. همینطور چاره‌بینی‌های فرهنگی و فراغتی و ورزشی جوانان تا درگاه در موضع‌های زیبای شهر با اشتراک وسیع جوانان ادامه یافت.